رحیم پرودکشن. ای خدای اشمیتا با مزه اومده ای. من فکرم خیلی با مزه، خیلی اشی با مزه پختم. اوش پختم آخی اش مرا بخره کو گفته نمو روسا که پلچه که ابلیجش بمزه. میگن هر کس دقیق چه تعریف میکنه، من اصلا تعریف میدم. السلام علیکم. بیار اینا شما بیا جب شدی؟ بگذاریم بشنه. السلام علیکم. سلام علیکم اکا. بیا بسم بگذار الله بشنه الرحمن الرحیم. بشنه. آی خدای اینا نام بگیره. خوش آمده بچه هم بیا جا میشنی کتیا کوش برا بشی بیش بچه من دماز کن جان. بسم الله. خوش آمده دیر کدیا بچه هتیز نمون همون دعوت کدیم بیو بگذار با بلوش برای بس یه حدانالت بودک نخنده یه بچه به تربیه اما رزد اشتاکی بخشش ینگه نه هیچ کنم اکنه برای داشتو چطوری پدری؟ همی خنو بی دواد اومده گی یا بار دیگه خوش آمدی خیلی بچه ها کنازه اسلامشه تو تفرد منکردن چی تمام بگیره آشا بچهشن آشا بگیره ده همه جو پرابلیم ایوتا هم میزنی بو هم سر میکنی بگیره بو به آشا دعوت فرود میکنم بو میاد این این شکر چی اکر کوزیون یا گنج در کنم نه رحمت با اشتوی تون بگیره نمک سر خوش آمدن با اشتوی تون نام بگی اکر من رحمت اکر کوزیون بابا مگومی ناوبرومت خوردن یا خوردن ناوبرومده تو کدن نغزه کو همراه میگون که همه خیلی 5 چلیکه بخورن خود 4 چلیکه خیلی بوچ خیلی برای میگی های زوی مومن حرام که گفتین ده همه شهر بود در درس خول من بگو من میگه پا اگه ضرور باشه خواهی که صحیب خونه که هستی میگو این یگم فیند یگم سکرت نیست با چورچیلی خوردن گب در سر همیه که من با این چلی که مایدکیم بینیم میکن اینا مگزین اومده اگه مهمون اومده خونه از اسرائیل خرید میکنه میرم ها السلام علیکم روش کرده های سری خونه من زنگ میزم تا خود بیاین اکر چندی هم؟ یو 7 سمه داریم 8 سمه داریم هر خیلی های سری خونه اونا نختاش السلام علیکم اکاوتالی سلام علیکم رازی اکاوتالی چی؟ چی تری هوتالی؟ ایزانا نکشیدی یا بچه کلام ریشو پشم مونده هوتالی بگوی مرده کرد اوخی ای خدا بترس چوکده پاخی هوتالی ای خدا بترس یا بچه کلام ای بنا میدونی تو ایزانا میکشی نخواد یا مرده که کلون سولا چنی هوتال نشه و هوتالیش بگوی چی تری اکا هوتالی؟ چی تری؟ اوز بیا که اوز من میدونم من چیکار کنم کجا رفته؟ ایجاب یا کجا میگرسی ایجابه این ایجابه ما ببرم ترا ببینم من کرا هوتالی میگم کرا هوتالی اکای هوتالی اکای هوتالی میگم همین هوتالیه بگیجاش من داره نگاه کم سین سالی هوتالی همین جایی هوتالی دارم من داره همین گجای این مگزین چی هوتالیه به من میگم
این مرا اوسال نکده است باز میگه مرا نامم هتلیا خدای مرا اوچم گفت نرا بیا سنگا بگیرم من میدونم که همین سنگا میگریز اصلا هم مرا اوچم گفته بود که نرا بیش خونه دا پگه سهر میره ای خدای همی قسلوق چی با اومدم ما باید ماشین نشیشتم به این صافی خدا زده مرا در این اینجا فروورده اوی زیا بایوش خدای ای خدای اگه آدمی زنده باشه همینجا با پایان قبرستانه ای دل میکفم ای دل خدا جانم یکم میترسم هم بیبی جانم گفت یگان دو آره یاد بگی بخونه دخته بخون یگان جدا در کارل میشوه طوری که نمیترسی دو میخونی میگذاری میره ما طلقه میکفم یگان کس نیست دیجا خدای من چخه میرفته باشم تو همه رو شدی را خطه السلام اکا جان اکا جان بیا انا اودام خدا چونو مرا دیم السلام علیکم السلام نغزه دختره نغز اکا جان شما سوزه تو دیگه چی کار میکنی؟ اکا جان یه ماشین کتی اومدم تو همیجا را آوردکم فرو وردکم گفت او سوشه خودت برا رحمانده ای؟ ترسیده استم او اکا کجا باید برای؟ ما باید اونمو روشنی برم خونه بیبی کلانو قشاقی پایان ما برم تو نزید نیسته؟ اکا جان اگر شما مرا برین تو همون روشنی را کو بهترین میشوه آوازی گرگ آوازی سال هیچ گپ نیست من شما را تا همونجا را میبرم من در بر شما نترسه رفته به تو غمی دلم آخر با کی گویم به تو ماهی روان عشقم زکی جویم تنها ترین مجنون گشم زی دردی تو نستی کجا روم ای ماهی دل جویم تنها ترین مجنون گشم زی دردی تو نستی کجا روم ای ماهی دل جویم شوخ بدایه هم خمارا خندوده با خدوم خکم دیگه من نمیخندم خیلی وابشه بومبا با گفته ایمو وابشه زور بخدو ما دا فورید بیم بود روی بیم شدم میخندونیم و کسا میشنیم سری پیولا چون میشنیم نه من افسوس که رفتن نمیتونم بهترین این سور شما مرا ایکا خندونده کیروی تعریف هم نیست این شوخیه که شما دکدم حالی چیه وقتی که من زنده بودم هر یه شوخیه میکردم مردم ای خنده را بهش بشیده